شب و روزتان خوش در هر کجای این کره خاکی که هستید. من احمد رفعت هستم و ما در شبنامه‌های این هفته به بررسی آنچه در سال گذشته در ایران و یا در منطقه اتفاق افتاد خواهیم پرداخت. برنامه امشب ما در رابطه با وقایعی که در کشورهای منطقه اتفاق افتادند است، ولی از اونجایی که در سال گذشته خورشیدی در اوکراین هم یک اتفاقاتی افتاد که به علت درگیر شدن روسیه در این بحران میتونه به نوعی به خاطر روابط گسترده روسیه با ایران و همچنین حضور روسیه در گروه 5+1 با پرونده اتمی ایران هم داشته باشه. ما از این کشور شروع میکنیم. اشغال شبه جزیره کریمه توسط ارتش روسیه و همچنین برگزاری یک رفراندومی زیر نظر ارتش روسیه این بحران رو در حدی جهانی کرد. جلسات مختلفی برای بررسی عملکرد روسیه برگزار شدند، من جمله جلسه گروه 7+1 یعنی 7 کشور صنعتی غربی و روسیه بدون البته روسیه، و به گفته برخی از کارشناسان اصلا ما میتونیم شاهد یک بازگشت جنگ سرد باشیم به خاطر این وقایع. ولی حالا ببینیم در اوکراین در ماهای گذشته چه اتفاق افتاد. چطور شد که مردم در سرمای زمستان هفته ها در خیابان ماندند و بر خواستهاشون پافشاری کردند و اصولا این خواستها چه بودند؟ ما پاسخ به این پرسش ها رو به عهده اسماعیل شهدوست، کارشناس اروپای شرقی ساکن کیف گذاشتیم. حدود 4 ماه پیش که عده‌ای در شهر کیف در میدان اروپا یا یورومیدان در اونجا جمع شدند، به صورت تظاهرات حرکت کردند به سوی مجلس. این افراد خواستشون این بود که وارد شدن به جامعه اروپا کمی تسریع بشه و چون صحبت‌هایی بود ممکنه چند سال طول بکشه، اینا با این راهپیماییشون که اکثرا هم از دانشجوها و استادای دانشگاه‌ها بودن تاکید بر این داشتن که در روند وارد شدن به جامعه اروپا کارها تسریع‌تر بشه. ولی از حرکت اینها جلوگیری شد و بسیار سخت با اینا برخورد شد و اینا ناچار مجبور شدن، چون میدان یورو میدان بزرگی نیست، ناچار شدن عقب نشینی کنن و به میدان استقلال بیان و در همون میدان شروع بکنن به زدن چادرها و علم کردن پرچمهاشون و هر کدوم مستقر بشن در اونجا و در همونجا بلافاصله با شبکه‌های تلویزیونی از نظر مطبوعات مصاحبه‌هایی کردن و کم کم این گروه کوچک به گروه انبوهی شد. این گروه با سر و صدا کردن که البته بعد چند تن از رهبران مخالف دولت که در مجلس هم نمایندگی داشتن به اینا پیوستن و از اینا حمایت کردن و این گسترش باعث شد از شهرستان ها هم عده‌ای به کمک اینا بیان و چادرهای شهرستانی ها هم کنار اینا زده بشه. این حرکت باعث طوری شد که دولت نه تنها با جواب اینها رو نده، بلکه تا حدودی هم در همین شرایط به اینا یک دهنکجی کرد و اون دهنکجی باعث کردید که تحولاتی کمی خشن‌تر بشه. از جمله قراردادی بود که با روسیه، قرارداد 16 میلیاردی که با روسیه انجام شده و در این قرارداد بسیار مسائلی بود که تا حدودی خیلی امتیازهای زیادی رو از طرف اوکراین به روسیه داده شده بود که توسط آقای رئیس جمهور صحبت شده بود و توسط آقای آزاروف نخست وزیر هم در مسکو این قرارداد بسته شد. این با بسته شدن این قرارداد اعتراضات فزونی یافت و سر و صدا بیشتر شد، طوری شد که هر روز میتینگ داشتن و به کل خیابان خرشاتی که منتهی به میدان استقلال میشه و از اون طرف هم میدان یوروپا کلا این بسته شد و این خیابان رو بستن و چادرها رو زدن و هر روز در اونجا تظاهراتی بود و این باعث سخت‌تر شدن و درگیر شدن بیشتر با دولت، خصوصا با آقای رئیس جمهور بود. این حرکت ها که به این صورت شد در درست هولوش ژانویه بود. با
آمدن ژانویه که این مردم در خیلی به اصطلاح ایام ژانویه رو خیلی دوست دارن و خیلی در این مراسم جشن شرکت میکنن، طوری شد که برای اولین بار در میدان استقلال کیև اون کاج بسیار معروف برگزار نشد و اون اسکلت کاجش موند که هنوزم که هنوزه تو میدان هست، ولی کاج برقرار نشد، برپا نشد. این چند روزی که از عید گذشت به هر حال مردم میرفتن، باز در همونجا میتینگ ها بود، سخنرانی بود در همون ایام عید. ایام 15 روز ژانویه که گذشت باز اعتراضات شروع شد. اعتراضات طوری شد یه خود خشن‌تر و به خصوص در این مدت 15 روز هم عده‌ای از شهرستان‌ها اومده بودن ملحق شده بودن به این مردم و عده دیگر از نماینده ها و افراد پارتی های سیاسی، مسئولین پارتی های سیاسی و احزاب سیاسی به اینا گرویده بودن و این باعث کرد که قدرت اینا فزونی بشه. از طرف یک عده هم از طریق جامعه اروپا، کشورهای دیگه، اونها هم وقتی که این مسائل رو دیدن در گذرشون که به اوکراین میافتاد، باز در این میدان شرکت میکردن، با اینا صحبت میکردن و حمایت میکردن از اینا. این حرکت باعث شد که در بعد ژانویه کار تا حدودی خشن‌تر انجام بشه و خشن طوری بود که یک بار که اینا دیگه تصمیم گرفتن به طرف مجلس مجددا برن و در اونجا متعصب بشن، با درگیری بسیار شدیدی مواجه شدن که در اون روز اون شب حدود 7 نفر کشته شدن. با کشته شدن این افراد که از جمله یکی از اینا ارمنی بود، یکیش گروزین بود، گرجی بود و یکی از بلاروس. با کشته شدن این افراد تقریبا این تشنجات و این اختلافات و مخالفت‌ها از مرزها خارج گشت و دیگه فراگیر شد و تقریبا رسانه‌های جهانی هر روز این اخبار رو انعکاس می‌دادن. بعد از این اتفاقات خب بیشتر مردم به اینا نزدیک شدن و خواسته های اینا رو مورد تایید قرار گرفتن، ولی آقای یانوکوویچ رئیس جمهور متاسفانه با اینها، حالا از چه سر لجبازی یا اینی که همتای روسش نکنه ناراحت بشه و خودش گرایش روسی داشت، با اینا به مخالفت برخاست. از طرفی یک عده‌ای هم از شرق اوکراین که بیشتر تولد آقای یانوکوویچ و از اون طرف هستن، خصوصا شهر دانسک، از اون طرف عده‌ای را می آورد برای کیև با اتوبوس ها، با قطار اینا رو می آورد و در قسمت دیگه مقابل اینا شروع کردن به تظاهرات. البته پلیس بسیار خوب در اون زمان عمل میکرد، سد بسیار محکمی بین دو طرف بود، ولی تظاهرات دو طرف بود. اون طرف آقای یانوکوویچ خب علیه اینا شعار میدادن، این طرف هم علیه طرفدار آقای یانوکوویچ. ولی این مسئله شد کارها تقریبا رادیکال تر شد، طوری شد که یک عده‌ای، حالا بعدن گفتن طرفدار آقای یانوکوویچ ولی بعد گفتن نه طرفدارای همین مردم بوده، کسانی بودن که جزو مخالفان آقای یانوکوویچ بودن، رفتن چندین مغازه رو آتش زدن، شیشه های مغازه رو شکستن و این رادیکال بودن طوری شد که بسیار برای مردم ناراحت کننده بود، تا اینی که دولت تصمیم گرفت این بساط میدان رو یه جوری جمع بکنه. در اون شب وقتی که حمله ای شد که با هماهنگی آقای نخست وزیر آزاروف که بیشتر ایشون در این مسئله نقش داشت و پلیس که پلیس ویژه به نام برکوت، اینها نقش داشتن، شبانه حمله کردن. در اون شب بسیار حمله شدیدی بود، 30 نفر از کسانی که در میدان بودن کشته شدن، ولی نیمه های شب وقتی که سر و صدا به این طرف و اطراف رسید با تلفن و هر چی بود، مردم آمدن به میدان، طوری شد که در صبح چیزی حدود 50,000 نفر از مردم کیև قبل از اونی که به سر کار برن اومدن تو میدان و حمایت از این کسانی که در میدان بودن کردن. بعد از این مدت که خود به خود این مردم احساس کردن اتفاقاتی داره میفته، از این گروهی که در میدان بودن حمایت کردن، میدان گسترش پیدا کرد و رفت میدان اروپا هم گرفت و تا جلو استادیوم دینامو کیև اینا مستقر شدن. از اون طرف دیگه نتونستن برن. در نهایت وقتی که داستان به اینجا رسید و مشخص شد که آقای آزاروف همچی دستوری رو داده، صبح روز بعدش آقای آزاروف بدونه که دیگه
کسی ازش بخواد خودش ساعت 8 صبح استعفاشو داد و روز بعدم رفت از کشورم خارج شد. با سقوط آقای آزاروف خب مردم احساس کردن قدرت بیشتری پیدا کردن. با چندین بار ملاقات‌های بین رهبرای مخالف و آقای رئیس جمهور برقرار شد ولی هیچ زمان نتیجه نمی‌گرفت. و تا جایی که در بعضی از این جلسات نمایندگان کشورهای اروپا و نماینده روسیه هم حضور داشت که در آخرین جلسه که در این ملاقات ها بود اینها توافق کردن خواسته های مردم که دیگه در نهایت به این صورت شده بود: بازگشت به قانون اساسی 2004، انتخابات زودرس رئیس جمهوری، اون قوانینی که علیه میدانی ها و علیه مخالفان در مجلس وضع شده بود لغو بشه و آزادی عده‌ای هم که در این مدت دستگیر شده بودن. در این زمان که قوانین تغییر کرد و یعنی اون مردم میدان با حرکتی که انجام داده بودن، آقای یانوکوویچ کمی عقب نشینی کرد و قبول کرد مقداری از قوانین رو، اما بازگشت به قانون اساسی 2004 را پذیرفت ولی انتخابات را موکول به 1 سال بعد کرد. کنار گذاشتن قوانینی که بر علیه میدانی ها در مجلس تصویب شده بود علیه اینا و بازداشت عده‌ای را اینم موکول کرد به اینی که میدان خالی بشه و مردم از میدان برن. بعد این قانون انجام شه. در مورد وارد شدن به تجارت اروپا هم ایشون گفتن تا تابستون سال آینده یعنی سال 2014 بررسی میکنه. در اینجا بود وقتی ملت احساس کردن یک نتایجی گرفتن و یک کار رو انجام دادن خوشحال بودن و حرکتی هم دیگه نکردن، آماده بودن که این کارها به روال انجام شه و تو مذاکرات به نتیجه برسن. در همین زمان البته در اون جلسه دولت‌های اروپا اینو امضا کردن، آقای یانوکوویچ هم امضا کرد، گروه‌های مخالف در اینجا 1-2 تاشون امضا نکردن، روسیه هم این قرارداد و این توافقنامه رو امضا نکرد. بعد در همان روز که دیگه مردم آماده شدن، میدانیام تا حدودی کمی موافق کمی مخالف بودن، همان شب حمله سهمگینی به این مردم شد که از طریق قسمت این استادیوم دینامو و خود میدان، از بالای خود میدان که از طریق ناسیونال بانک اوکراین، بانک ملی اوکراین سرازیر میشد به طرف میدان، از اونجا حمله شدیدی به مردم کردن. در اون حمله طوری شد که آتش سوزی ها شروع شد و لاستیک هایی که مردم آتش زده بودن زبانه میکشید و صدای تیراندازی در شهر پراکنده بود. تا صبح این تیراندازی و این درگیری ها ادامه داشت که در نهایت با هجوم مردم به کمک میدانی ها در ساعت حدود 7 صبح مردم پیروز شدند و عده‌ای از پلیس ها را دستگیر کردند. چند تا پلیس کشته شدند، چیزی حدود 70-80 نفر هم اون روز در میدان کشته شدند که جنازه های اینا رو کنار میدان گذاشته بودند برای دیدن مردم و مردم هم می آمدن می‌دیدن، عکس اینا می‌گرفتن. این حرکت باعث شد که آقای یانوکوویچ وقتی که این وضعیت رو دید تا ساعت 11 که در دفتر کارش بود و کارها رو انجام میداد 11 از شهر خارج شد. من همون روز که قبلا هم عرض کردم از پشت سر کاخ ریاست جمهوری که مسیر آزاد بود می اومدم به طرف منزلمون، احساس کردم که اونجا بسته شده و وقتی که شهر بسته میشد در این مسیرها مشخص بود که آقای یانوکوویچ یا داره میره سر کار یا برمیگرده سر. من اونجا احساس کردم که آقای یانوکوویچ داره در این ساعت روز خارج میشه، پس اتفاقات بسیار ناگواره. تا اینی که وقتی که ایشون رفت ساعت 2-3 بعد از ظهر که از شهر خارج شد، رفت به طرف ویلای خودش در 30 کیلومتری کیف و بعد ساعت 2-3 بعد از ظهر اعلام شد که ایشون کلا از ویلاش هم خارج شده و به طرف شرق اوکراین رفته. 24 ساعت از این موضوع گذشت، آقای یانوکوویچ ناپدید بود و طبق قانون وقتی 24 ساعت نبود دیگه کسی نمیتونست کارا رو انجام بده. مردم هم از اون طرف وقتی که یه همچه صحنه رو دیدن حمله کردن مکانهای دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری، نخست وزیری و مجلس و این اطراف رو گرفتن. حتی عده‌ای از پارتی‌های آقای یانوکوویچ، جزو احزاب حزب آقای یانوکوویچ، افرادی که بودن اینا از شهر خارج شده بودن. مردم اینا رو گرفتن آوردن در مجلس و در مجلس تشکیل جلسه داد. چیزی حدود 4 روز 5 روز تمام این مجلس شبانه روز تشکیل جلسه میداد. افرادی بودن که باید دستگیر میشدن دستگیر کردن، بعضی از کسانی که باعث مشکلاتی شده بودن دستگیر کردن و زندانی کردن
و نماینده های مجلسی هم که جزو حزب آقای یانوکوویچ بودن زندان نشدن، ولی در مجلس کلا تحت نظر بودن. اونجا در اون روز تصمیم گرفته شد که رئیس مجلس که جزو از پارتی آقای یانوکوویچ بود برکنار شد، رئیس مجلس مجددی جاشون گرفت، همین آقای توریچنوف که الان که جای رئیس جمهور هم هست. بعد از اون در همون روز با حدود 380 رأی در مقابل یک رأی مخالف آقای یانوکوویچ عدم صلاحیتش رو اعلام کردن و از رئیس جمهوری خلع کردن. با خلع شدن آقای رئیس جمهور خب کم کم مردم، اینجا بود که مردم احساس می‌کردن نتایجی از این کارشون گرفتن و تقریبا احساس لذت و خوشی می‌کردن و تازه شیرینی این حرکت داشت به کامشان نزدیک می‌شد که شلوغی‌ها و سر و صداهایی در شرق اوکراین خصوصا در کریمه برقرار شد. در رابطه با بخش پایانی بحران اوکراین که آغاز بحران جدیدی است، یعنی بحران شبه جزیره کریمه، باز هم ما نظر آقای شهدوست رو جویا شدیم. کریمه از سو تاریخی وقتی نگاه میکنه همیشه به اوکراین چسبیده بوده، حتی زمانی که اوکراین یا در دست عثمانی بوده یا دست روس‌ها بوده و یا دست لهستانیا بوده، این کریمه همیشه یک بخشی از اوکراین بوده. به هر حال هدیه داده بود و از طرفی در سال 1991 وقتی که اوکراین جدا میشه و استقلال پیدا میکنه باز کریمه جزو اوکراین بوده. آقای بوریس یلتسین در سال 92 همراه یک سری از کشورهای رهبران کشورهای اروپایی این قرارداد رو تایید میکنه و کریمه رو جزو اوکراین حساب میکنه. باز داره در سال 1992 که قرارداد هلسینکی بسته میشه، در اون قراردادم کریمه جزو اوکراین بوده. از همه مهمتر خود روسیه در مدت 20 سال 3-4 بار در مورد کریمه، در مورد بندر سیواستوپول که ارتش روسیه در اونجاست، با اوکراین قرارداد بسته. پس این نشون میده که این کلا گرفتن حرکتی که در کریمه به وجود اومد غیر قانونی بود. البته 60% افرادی که در اون مملکت هستن، در منطقه کریمه هستن، خب روس تبارن. حدود 20% 25% اوکراینیان، 15% تاتار هستن. خب اینها بله اکثریت روس هستن، ولی این دلیل نمیشد که بیان قوانین بین الملل رو کنار بذارن و یک سنت بدی رو در جهان پایه‌گذاری کنن که امروز مثلا در مولداوی هم اعلام کنن ما میخوام به روسیه بپیوندیم، یا در جاهای دیگه اعلام کنن ما میخوام به روسیه بپیوندیم. و این سنت بد عواقبش اینه که روز به روز ما خطرش رو بیشتر میبینیم. و به هر حال بعد از این حرکتی که در کریمه به وجود اومد و کلاً به توسط عده‌ای از کماندوهای روسی منطقه‌ای از کریمه تصاحب شد و مردم روس تبار در اونجا رو مسلح کردن، مردم راههای به اوکراین رو بستن، فرودگاه رو بستن و راهن رو بستن، یعنی به کل راه بسته شد و در یک محیط چکمه‌ای و رعب و وحشت که اصلا هیچ گونه ناظر بین المللی وجود نداشت، اونها در اونجا یک رفراندوم کردن. بله مجلس کریم هم اینو تایید کرد، ولی مجلسی که از نظر مجلس اوکراین قابل قبول نبود. یک روز قبل از رفراندوم هم مجلس کریم توسط مجلس اوکراین که بالاتر از اون هست منحل اعلام شده بود. کلا یک همچین اتفاقی وقتی که افتاد، این زمینه رو برای شورش ها و مشکلات و آینده‌ای بدتر به وجود آورد. یکی از همسایگان ایران هم کشور ترکیه در سال گذشته خورشیدی با بحران‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان که برنده 3 انتخابات متوالی در این کشور بوده و از زمانی هم کشورهای اروپایی از دولت ترکیه به عنوان مدلی برای جهان اسلام نام می‌بردند، ماهاست که درگیر پیدا کردن راه حلی برای خروج از اون بحران است، ولی تاکنون موفق نبوده. بحران اول برمیگردد به ماه می سال گذشته میلادی. دقیقاً روز 27 می در یک راهپیمایی مسالمت آمیز چند صد نفره که عمدتاً دانشجو بودند، اینها خواهان توقف طرح تبدیل پارکی در استانبول، گزی پارک، به یک مجتمع تجاری شدند. بلافاصله بعد از این تظاهرات ها به شهرهای دیگر هم گسترش پیدا کرد
و این گسترش که گسترش جنبش موسوم به گزی پارک نوعی نشان از نارضایی مردم از سیاست‌های دولت آقای اردوغان داشت. البته بسیاری از این تظاهرات با شدتی غیر قابل انتظار سرکوب شدند. هنوز این بحران پشت سر گذاشته نشده بود که با دستگیری حدود 50 نفر که یکی از آنها هم رضا زراب ایرانی تبار بود و گفته میشه که از همکاران بابک زنجانی است و او را در دور زدن تحریم‌ها کمک میکرده، یک بحران جدیدی در ترکیه آغاز شد. از جمله دستگیر شدگان 17 دسامبر 2013 میلادی میشه به فرزندان دو وزیر دولت اردوغان یعنی ظفر چاکلایان وزیر اقتصاد و معمر گülmer وزیر کشور اشاره کرد. نخست وزیر ترکیه این بحران‌ها رو کودتا خواند، کودتایی که از سوی محافل اقتصادی و نیروهای سیاه خارجی به گفته آقای اردوغان به راه انداخته شده بود. دولت در واکنش به این دستگیری‌ها حکم بازداشت 10 مأمور پلیس و همچنین برکناری عده دیگری از مأمورین و پلیس و قضات رو صادر کرد. کسانی بودند که در رابطه با این پرونده فساد مالی تحقیق کرده بودند. در آخرین روزهای سال خورشیدی، دقیقاً آخرین روز سال خورشیدی 1392، رجب طیب اردوغان دستور داد توییتر در این کشور مسدود بشه. تصمیمی که مخالفت بسیاری از مردم رو برانگیخت و حتی رئیس جمهور این کشور عبدالله گل که خودش هم حزب نخست وزیره هم اعتراض کرد و در این ماه هم مخالفان دولت از این شبکه اجتماعی استفاده گسترده کرده بودند، به ویژه در رابطه با تمام مسائلی که مربوط میشد به پرونده مالی. ترکیه قرار چند هفته دیگه برای تجدید پارلمانش به پای صندوق رای بره. حدس زده میشه که این بار با توجه به این بحران‌ها و همچنین عدم حمایت فتح‌الله گülen، یک رهبر مذهبی سنی ساکن آمریکا که نفوذ بسیاری در ترکیه داره، نه تنها بین مردم، حتی در محافل اقتصادی، مطبوعاتی و قضایی، اگر حمایت نکنه از حزب عدالت و توسعه، حزب عدالت و توسعه میتونه موقعیت کنونیش از دست بده، یعنی پیروزی و که در 3 انتخابات گذشته به دست آورده، در حدی که بعضی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه به اپوزیسیون بره و احزاب اپوزیسیون کنونی مسئولیت تشکیل دولت آینده را به دست بگیرن. سوریه هم یکی دیگر از پرونده های بحران منطقه است. کنفرانس ژنو 2 که در شهر مونتروی سوئیس برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. آنقدر شکستش بزرگ بود که نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در بحران سوریه یعنی آقای اخضر ابراهیمی، دیپلمات شناخته شده الجزایری، مجبور به استعفا شد. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، دلایل شکست این کنفرانس رو برای ما توضیح میده. دلایل مختلفی رو میشه آورد برای شکست این کنفرانس به اصطلاح ژنو 2. اینکه ایران حضور نداشت، خب عدم حضور ایران اینکه ایران حضور نداشت، عدم حضور ایران خیلی وضعیت عجیبی در شرایط عجیبی صورت گرفت، به خاطر اینکه ظاهرا از ایران دعوت شده بود، بعد دبیرکل سازمان ملل اعلام میکنه که ایرانی ها به اون صحبت هایی که در قبلا بین دو طرف یعنی ایران و سازمان ملل صورت گرفته بود راضی نبودن که اون صحبت ها رو به عمل در بیارن، ولی به هر تقدیر ایران حضور نداشت. عدم حضور ایران به طب مشکل به وجود میاره، به خاطر اینکه اگر ایران یکی از بازیگران صحنه سوریه بوده همونطوری که همه اذعان دارن، خب به طب میتونه با دعوت از ایران میتونست که کمک بکنه احتمالاً به روند دیگری. منتها به اعتقاد من دلیل اصلی و اساسی این عدم موفقیت کنفرانس ژنو 2 این بود که خواسته طرفین به هیچ روی
نمیشد این خواسته رو به هم نزدیک کرد. یعنی اینکه گروه رسمی و پذیرفته شده سوری از جانب جامعه جهانی، اینها به هیچ وجه حاضر نبودند که با بودن بشار اسد در رأس هرم قدرت در سوریه با این دولت همکاری بکنن. و از طرفی دولت سوریه هم همونطوری که شما اشاره کردین در شرایطی وارد این مذاکرات شد که یک در زمین به اصطلاح در جنگ پیروزی های نسبی به دست بود و دوم این که رژیم بعثی در سوریه به هیچ روی حاضر نیست که در مورد نبودن اسد در قدرت وارد گفتگو با طرفهای مقابل بشه. در نتیجه این شکست میخوره. اینی که ایران باعث شکست این گفتگوها بوده، خب به طبع این رو بایستی دید که چون این چیزی صورت گرفته یا نه، ولی نظر من این هست که مسئله اساسی همون چگونگی شکلگیری یک دولت گذراست که این دولت نه مورد قبول گروه مخالف سوریه بوده و نه مورد توافق دولت اسد، به خاطر اینکه اینها هر یک از اینها دولتی رو در نظر داشتن که به هیچ روی جایی برای طرف مقابل قائل نمی شده. در سال گذشته انتشار فیلم‌های متعددی در رابطه با حضور سپاه پاسداران در سوریه و همچنین اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه دیگه شکی باقی نگذاشت که ایران در سوریه حضور نظامی داره. شکی نیست که هم ایران و هم حزب الله در پیروزی‌های اخیر دولت اسد در مقابل گروه‌های مخالف مؤثر بودند. فیلم‌هایی که وجود داره و شما به اونها اشاره کردین به روشنی نشان دهنده این هستند که حضور نیروهای جنگ آزموده و جنگ کننده به اصطلاح ایرانی در سوریه رو و حزب الله هم که خب از زبان شیخ حسن نصرالله دبیر کل این تشکیلات بارها به طور خیلی روشن اعلام کرده که در این جنگ حضور داره و در کنار نیروهای دولتی با مخالفان می جنگه. در داخل این گروه ها انسجامی وجود نداره. این گروه ها به دو دسته بزرگ تقسیم میشن. اونهایی که سوری هستند کسانی هستند که در ابتدا به طور صلح آمیز و تظاهرات کردند و بعد به اینها اونهایی که از دولت جدا شده بودند نیروهای نظامی پیوستند و از طرف دیگر گروه‌های تروریستی، گروه‌های سلفی، وهابی، القاعده و به طور کلی جهادی ها هستند که از خارج به سوریه رفتن برای ایجاد اون چیزی که به دنبالش هستند، یعنی یک دولت، یک حکومت اسلامی طبق برداشت اونها از اسلام. در نتیجه این مشکلات داخلی کار دولت اسد رو ساده‌تر کرده در مقابل این گروه ها و از طرفی با آنچه که فرماندهان سپاه در ایران اعلام کردن، یعنی اینکه حدود 15,000 نیروی نظامی رو در داخل ایران تقویت کردن و حدود 15,000 رو در سوریه تقویت کردن، از نظر نظامی آموزش دادن و در مقابل تسلیحاتی که قطعا از روسیه به سوریه میرفته و همچنان میره. خب سوریه به اصطلاح دولت سوریه دست بالا رو داشته و داره الان در این جنگ. این جنگ خب اگر که به پیروزی نیروهای دولتی در نهایت ختم بشه، معناش این هست که از نظر نظامی دولت سوریه در اون حداقل از توان هست که این گروه‌های متفرق رو شکست داده و این یک شرایط جدیدی رو میتونه در سوریه و در سطح منطقه به وجود بیاره. در داخل سوریه خب بهتر اگر دولت به
چنین موفقیتی دست پیدا بکنه دستش باز خواهد بود برای کشتار بیشتر که اونهایی که مخالفت کردن با این دولت. و در سطح منطقه هم پیروزی نیروهای دولتی معناش این هست که کشورهایی که در منطقه خاورمیانه از نیروهای مخالف دولت سوریه حمایت می‌کردن، عربستان، قطر و تا حدی حداقل در ابتدای هم ترکیه، این کشورهای غربی همچنین در کنار این کشورهای منطقه، اینها در نهایت شکست خوردن و این میتونه یک شرایط جدیدی رو به وجود بیاره که در این شرایط جدید دست دولت سوریه، دولت ایران، دولت عراق به عنوان کشور دیگری که از دولت سوریه حمایت کرده، به طور قطع حزب الله رو هم در داخل لبنان و هم در سطح منطقه دست اینها رو با تقویت بیشتری خواهد بخشید و بایستی دید که این به اصطلاح وضعیت جدید تا چه حد از حداقل دو قطبی شدن هرچی بیشتر دو قطبی شدن هرچی بیشتر منطقه کمک خواهد کرد و این جنگی رو که سالهاست از اون صحبت میشه، سنی شیعه رو وارد مراحل تازه خواهد کرد که به طور قطع منطقه خاورمیانه رو کشورهای درگیر در این مناظره و مناقشه رو توان اینها رو به تحلیل خواهد برد و در نهایت باعث خواهد شد که بحث رشد، بحث توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه باز هم به عقب بیفته و منطقه خاورمیانه همچنان با بلایایی که در دهه‌های گذشته با آنها روبرو بوده همچنان دست و پنجه نرم بکنه و در این شرایطی که هرچه منطقه خاورمیانه علیرغم ثروت بسیار زیاد عقب بره، دنیا به جلو خواهد رفت و این باعث خواهد شد که به اصطلاح عدم توسعه و رشد در منطقه خاورمیانه همچنان معضل و مشکل بزرگی برای ملت‌ها بخصوص برای جوانان در این منطقه باشه. مصر هم سال پرحادثه‌ای رو پشت سر گذاشت. در تیر ماه مصر شاهد برگزاری پرجمعیت‌ترین و گسترده‌ترین تظاهرات تاریخ خودش بود. صدها هزار نفر در میدان التحریر قاهره اجتماع کردند و از محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین خواستند از ریاست جمهوری استعفا بده. خواستی که مورد قبول مرسی واقع نشد و پس از چند روز ارتش با حرکتی که برخی اونا کودتا خوندند و برخی دیگر معتقدند که پاسخی بود به خواست مردم، اکثریت مردم مصر، محمد مرسی رو برکنار و بازداشت کرد. در پیامد بازداشت محمد مرسی روزها هواداران اخوان المسلمین با مامورین انتظامی درگیر شدند و 10 نفر در این درگیری‌ها جان خودشون از دست دادند. دولت موقت اخوان المسلمین رو سازمانی غیرقانونی اعلام کرد و هواداران و رهبران این سازمان رو راهی دادگاه کرد. یکی از اتهامات محمد مرسی رئیس جمهور سابق جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه. البته اتهامی است که تاکنون هیچ گونه مدرکی در این رابطه ارائه داده نشده. در اولین روزهای سال جدید خورشیدی 529 حکم اعدام برای هواداران و رهبران اخوان المسلمین از سوی دادگاهی در قاهره صادر شده. البته تنها 152 نفر از این افراد در زندان هستند و دیگران به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند. عراق دیگر همسایه ایرانه که در سال گذشته هم، البته در 10 سال گذشته میشه گفت، ماهای بحرانی بسیاری داشته. مهمترین بحران سال گذشته در عراق تشدید فعالیت‌های القاعده، یعنی در استان علمبار القاعده شعبه عراقیش با نام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام عمل میکنه. داعشی ها موفق شدند کنترل 2 شهر در استان انبار یعنی فلوجه و رمادی رو در دست بگیرن. ما از آزاد محمد روزنامه نگار در اربیل در اقلیم کردستان خواستیم که دلایل این بحران جدید رو برای ما توضیح بده. عرضم به حضورتون آقای مالکی در برخوردش با
قومیت ها و مذاهب عراق نتونست برخورد یکسانی داشته باشه و همچنین ایشون در تقسیم قدرت نتونست تقسیم قدرت عادلانه و متساوی در بین جناح‌ها و احزاب موجود در عراق هم از سنی‌ها، کردها و همچنین بعضی از جناح‌های اهل تشیع هم ایجاد بکنه. در موضوع انبار وقتی که مردم معترض شدن به نوع برخورد ارتش عراق به سرپرستی آقای مالکی که با مردم متحصن برخورد خیلی خشنی داشتن، آقای مالکی به جای اینکه گفته آقای نجفی رئیس پارلمان عراق رو به دیده مهم بودن موضوع بنگارند، ایشان آمدند و به طرز خیلی نادموکراسیانه‌ای در منطقه به صورت خیلی خشن و تند با مردم متحصن برخورد کردند. اون منطقه من همیشه گفتم منطقه آتش هست، چون حتی سربازان آمریکایی هم زمانی که در عراق بودند خیلی به سختی و به ندرت تونستن در اون منطقه امنیت ایجاد بکنن. منطقه‌ای هست که به سبب بافت عشایری و مذهبی هر آن امکان آتش گرفتن همه چیز در اونجا هست و به جایی که آقای مالکی بیاد با مردم از راه دیالوگ وارد بشه، ارتش رو به اونجا فرستاد و متاسفانه تصاویری که موجود هست و میتونید شما ببینید ارتش اونجا مردمی رو که حتی کشته بود به پشت تانک بست. اینکه القاعده اونجا فعال شد، به نظر من القاعده فعال نشد. مخالفین آقای مالکی زمانی که درک کردن آقای مالکی به هیچ نوعی نمیخواد اونها رو در تقسیم قدرت شریک بکنه و به خواسته های اونها جواب مثبت بده، پناه بردند به سرمایه مادی و نظامی گروه داعش و این روزی رو که ما حالا شاهد هستیم که در اون منطقه هیچ قدرتی نداره آقای مالکی و قدرت در دست مردم اون منطقه است به خاطر خود اشتباهات دولت مرکزی هست که این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه بعضی از کارشناسان منطقه در عراق اعلام میکنن که خود آقای مالکی از روی عمد این اوضاع رو در استان انبار ایجاد کرد، چون به طرف انتخابات پارلمانی پیش میدیم در 34 و مالکی میخواد به هر نوعی شده مناطق سنی نشین رو به آشوب بکشونه و مثلا اعلام بکنه که بله چون در اون مناطق امنیت نیست، صندوق رأی نمیتونه بره اونجا و مردم رأی بدند و یا به نوعی مردم سنی رو وادار بکنه یا تحریک بکنه که در انتخابات شرکت نکنن و این سیاست آقای مالکی فقط در مورد سنی ها اعمال نکرده، در مورد کردها هم همینطور. در سال گذشته خورشیدی در اقلیم کردستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. در این انتخابات حزب رئیس جمهور عراق جلال طالبانی، اتحادیه میانی کردستان که در انتخابات قبلی به عنوان دومین حزب به پارلمان رفته بود، به سقوط کرد و در مقام سوم قرار گرفت. برخی از کسانی که از این حزب انشعاب کرده بودند و حزب تغییر رو به راه انداخته بودند در مقام دوم قرار گرفتند. البته در مقام اول حزب دموکرات کردستان مسعود باریزانی است. ارزم به حضورتون بعد از اتمام انتخابات پارلمان کردستان عراق، اگر به ترتیب بخوام بگم، حزب آقای بارزانی پارتی دموکرات کردستان عراق رتبه اول، حزب تغییر به سرپرستی آقای انوشیروان مصطفی رتبه دوم و حزب آقای طالبانی
اتحادیه میهنی کردستان رتبه سوم را آوردن و احزاب دیگه هم به ترتیب. که البته من این نکته متذکر بشم که حزب تغییر قسمت اعظم حزب تغییر افراد و کادرهایی هستند که قبلا در اتحادیه میهنی کردستان عراق فعال بودند و این نکته هم در ترسیم نقشه سیاسی کردستان عراق من بگم که کردستان عراق یعنی استانهای سلیمانیه، اربیل، دهوک و استان جدید حلبچه همه کردستان عراق نیست. کرکوک و خانقین قسمت هایی هست که هنوز برنگشته به زیر اداری کردستان عراق که اگر این مناطقی که حالا مناطق جدا شده اداری از حکومت اقلیمی کردستان، اینا اگر به کردستان عراق برگردن نقشه سیاسی عوض میشه، چون اون مناطق کلا مناطقی هستن که جزء آرای اتحادیه میهنی کردستان عراق یعنی حزب آقای طالبانی محسوب میشه. اما آنچه که موجود هست این تغییر سیاسی در کردستان عراق پیش بینی شده بود، چون در نبود آقای طالبانی هم بغداد جناح‌های موجود در سیاست در بغداد و هم در کردستان حزب اتحادیه میهنی کاهش چشمگیری رو در همه موارد و خودش دید. بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند که بحران‌های عراق بخشی از اونها به خاطر وابستگی بسیار دولت نوری المالکی با دولت تهرانه. حضور سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عراق خیلی اکتیوه. شما توجه بفرمایید در منازعات احزاب قدرتمند کردستان عراق برای حل منازعات به تهران میرند و همچنین در عراق هم آقای مالکی کاملا تحت سیطره ایران هست، از بستن مقرات مجاهدین گرفته تا حتی کنترل احزاب سنی و حتی برانگیختن جنگ مذهبی و قومی در عراق. آقای مالکی کاملا تحت پشتیبان ایران هستند و مرتب ما رفت و آمدهای ایران رو به کردستان عراق و همچنین دولت مرکزی بغداد شاهد هستیم که البته من فکر نمی کنم فقط اینا باشه که پشتیبان آقای مالکی است. به نظر من خود آمریکا هم کمتابیش پشتیبان عراق هست، چون کاری رو که آقای مالکی داره انجام میده خواسته یا ناخواسته هم در پروژه ایران هست و هم در پروژه آمریکا، به خاطر اینکه آقای مالکی به نوعی که داره پیش میره عراق رو در آینده ما میبینیم که تقسیم میشه بر 3 منطقه. هم حکومت جمهوری اسلامی ایران دوست داره که یک حکومت شیعه دیگری درست بشه و هم در سیاست کلان آمریکا اونطوری که ما کم و بیش در اینجا شاهد هستیم اونا هم ناراضی نیستن که عراق تقسیم بشه بر 3 اقلیم، چون در واقع همونطوری که خود شما هم متولیان در جریان هستید عراق کشوری هست که تاریخ نداره. بعد از پیدا شدن نفت در کرکوک دولت بریتانیا اومد سهمی رو برای آمریکا و فرانسه قائل شد و این دولت و این کشور عراق تأسیس شد و کشوری هست که به زور به هم چسبوندن هم سنی ها و هم شیعه ها و هم کردها رو. شما کردها رو نمی‌بینید که هیچ گرایشی به طرف حکومت مرکزی داشته باشه. اون اندازه‌ای که به فرهنگ ایرانی گرایش دارن، اندازه‌ای که دوست دارن با ترکیه رفت آمد بکنن، اصلا به هیچ عنوان اون اندازه شما گرایش و علاقه رو در اونها نمی‌بینید که به طرف دولت مرکزی برن. اهل سنت هم همینطور و اهل تشیع که حالا به چند دسته تقسیم شدن و همچنین خود بصری هم
همینطور که حالا بحث خیلی خواهان این هست که نقشه سیاسی مثل کردستان را هم در اونجا ایجاد بشه. یعنی این کارهایی که داره آقای مالکی در سال گذشته تا حالا انجام داده و دوباره هم گویا خودش رو کاندید کرده برای دور آینده این خصوص وزیری. حالا این قانون راقی اجازه رو بهشون میده یا نه، ولی خب کارهایی رو که شون انجام میدن کارهایی هست که نقشه سیاسی ایران و آمریکا رو به هم نمیزنه. به همین دلیل اونها تا به حال خیلی ازش پشتیبانی کردن، مخصوصا از لحاظ اطلاعاتی و لوجستیکی ایران پشتیبانی زیادی از آقای مالکی کردن. تونس کشوری است که بهار عربی در اونجا آغاز شد و بعد به دیگر کشورها گسترش یافت. تونس توانست قانون اساسی جدیدش رو با اکثریت 200 رأی از 216 رأی مجلس مؤسسان در اواخر ماه ژانویه سال جاری میلادی به تصویب برسونه. قانون اساسی جدید تونس ویژگی‌هایی داره که در کشورهای اسلامی و عربی شاید بی سابقه باشند. من جمله اینکه در این قانون اساسی اگرچه از اسلام به عنوان دین رسمی یاد شده، ولی خب برای دیگر ادیان بدون استثنا هم حق شهروندی قائل شدند. نکته جالب دیگر این قانون اساسی جدید برابری کامل زن و مرد و آزادی بدون قید و شرط بیانه. برنامه بررسی اوضاع منطقه در سالی که گذشت در اینجا به پایان میرسه. ما در روزهای آینده در رابطه با اقتصاد ایران، وضعیت حقوق بشر، محیط زیست، وضعیت زنان و مسائل فرهنگی و هنری در ایران برنامه‌های بررسی خواهیم داشت. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید، ولی باید یادآوری کنم که اگر شما پیشنهاد دیگری دارید میتونید به صفحه فیسبوک شبنامه مراجعه کنید و اونجا این پیشنهادات رو منعکس کنید. البته برنامه ما هر شب بعد از پخش مستقیم به روی شبکه یوتیوب در کانال رها شبنامه هم قرار میگیرند. من مجدداً با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.